کشش کشش کشش. بذار دستاتو بکنه. حالا جمع کن. قبل از اینکه وزنه بشینه رو وزنه جمع کن. 1 2 کشش عالی. 3 مکسو بیشتر کن، انقباض دادی. 4 5 6 7 انقباض عالی. همونطور که میبینین از مهمترین نکات در اجرای حرکات پولینگ، یعنی چیزی رو به بدن نزدیک کردن، اینه که اجازه بدیم کشش خیلی خوبی در عضله ایجاد بشه و بعد انقباض رو اجرا کنیم.